گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار دوم. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. فصل یکم. ساخت آسیای میانه بحثناکترین مسئله علمی بوده. به سبب کم باقی ماندن آثار این دوره زمانی انیق آن مقرر نشده است، اما آن کشفیات و آثار به دست آمده باستانشناسی گواهی می دهند که آسیای میانه در داخل منطقه آدم شوی میمون واقع گردیده بوده است. اکادمیک باباجان غفورov برای درک کامل و تحلیل مسائل گوناگون قدیمترین دوره تاریخی یعنی پلیالیت و یادگاری های آن اندیشه های عالمان گوناگون را مورد بررسی قرار داده است. پلیالیت از کلمه یونانی پالیوس قدیم و لیتاس سنگ گرفته شده. به زبان تاجیکی معنای عصر سنگ قدیم را می دهد که آن در مناطق گوناگون جهان از 2.6 میلیون سال پیش از میلاد ابتدا گرفته تا 10,000 سال پیش از میلاد ادامه می‌یابد. پلیالیت از درازترین دوره تاریخی انسانیت بوده به 3 دوره جدا کرده شده است: پلیالیت پایین یا بروقت، پلیالیت میانه و پلیالیت نو. آثار همه دوره های پلیالیت در حدود تاجیکستان دریافت شدند. کشف یک قطار آثار قدیمترین حیات انسانی در آسیای میانه از جمله حدود تاجیکستان امروزه از سکونت داشتن آدمان ابتدایی در این سرزمین شهادت می‌دهد. باستانشناس اپ اکلادنیکوف سال 1953 در ساحل رود اونرچه نزد دریای نارین قرقیزستان امروزه از دیوار ریگی صوفه قدیمه پلیستوسین میانه
قیراق کلان دستی انسان رسیده را یافت که یک طرف آن به تیغ دراز برجسته کمانشک مانند است. پلیستوسن از کلمه یونانی سرشمارترین و نو معاصر گرفته شده. معنی دوره گیولوژی می باشد که از 2.5 میلیون سال پیش ابتدا گرفته تا 10,000 سال پیش را فرا می گیرد. در ابتدای این دوره استفاده اسباب عادی سنگی در مناطق گوناگون جهان از جمله در حدود تاجیکستان امروزه پهن شده است. این گونه آلت در علم باستانشناسی با نام چاپر، آلت قیراق سنگ مشهور است. چاپر از کلمه انگلیسی چاپر، برنده یا ریزه کننده، یکی از قدیمترین آلت مهنت انسان که اساساً در زمان پلیولیت استفاده میشد به حساب رفته و گروه آلت‌های قیراق سنگ داخل می شود. پس از چند سال این بازیافت در محل‌های مختلف آسیای میانه باز 10 مکان آثار این دوره کشف گردید. چون این آلت در بسیار ناحیه‌های عالم کهن به خوبی معلوم بوده، قدیمترین مدنیت انسانی مدنیت قیراق سنگ را توصیف می نماید. بابا جان غفورов زیر مفهوم عالم کهن اروپا را در نظر دارد. تحلیل شکلی آثار باستانشناسی شباهت داشتن آثار آلات قیراق سنگ آسیای میانه را با مدنیتی به اصطلاح سوآنی هندوستان نشان می دهد. مدنیت سوآن دوره پلیولیت پایین که از ساحل دریای سوآن مضافات پنجاب هندوستان دریافت شدند. این از آن گواهی می دهد که این دو کشور در دوره پلیولیت پایین راهی عمومی تاریخی را طی کردند. آدمان مدنیت قیراق سنگ در دوره پیریخ‌های نخست و یخبندی ریس، یعنی در دوره پلیستوسن میانه بیش از 200,000 سال قبل از این زندگی به سر بردند. ریس از واژه آلمانی ریب، نامی یکی از شاخاب‌های دریای دونای، در علم همچون نامی یکی از دوره‌های یخبندی پلیستوسن میانه قبول شده است. عالم حیوانات آن دوره را شکل‌های قدیمی فیل، اسب، مامند و بیزان‌های شاخ دراز، نمودهای گوناگونی کرکدن تشکیل می‌دادند و با بعضی دلیل‌ها شماره آدم آن زمان خیلی کم بوده است. آلت دیگری عصر سنگ که بیشتر به نام دستکالاهای سنگی معلومند، از همه زیادتر در آثار پلیولیت پایین اروپا یافت شدند و از حدود آسیای میانه چنین آلت تنها در قسمت غربی آن ترکمنستان امروزه پیدا گردید. این بازیافت باعث شبهه بعضی عالمان آید به زمان سکونت آدمان قدیم در آسیای میانه گردید. اما بازیافت‌های بعدی، مخصوصاً از قرطاق یاوان سال 1973 و 7 محل دیگری تاجیکستان جنوبی، آلت سنگی این دوره به دست آمد. حفریات 2 باششگاه قرطاق 1 و لاهوتی 1 نشان داد که در اینجا آثار مدنیتی تا به حال نامعلومی هستند که آن مدنیتی قرطاق نام گرفت و تاریخی قبط ارخئولوژی آن 150,000 سال است. مدنیت قرطاق با مدنیت قیراق سنگ منسوب است و از مدنیت سوآنی نیم جزیره هندوستان که در بالا نامبر شد یگان فرق کذایی ندارد. بعد این کشفیات جای شبهه نیست که در تاجیکستان و آسیای میانه سرول طایفه های مسکون شده اند که به دوره های آثار پلیولیت میانه.
از دوره پلیالیت میانه به ما آثار زیادی باقی مانده است. این مرحله عصر سنگ دوره نشأ و نمای مدنیت موستیه، زمان موجودیت نیاندرتال ها بود. نام مدنیت موستیه‌ای از مکان باستانی غار ل موسته که در داردان جنوب و غربی فرانسه جایگیر است گرفته شده اساساً به زمانی پلیالیت میانه راست می آید. آثار شبیه مدنیت موستیه‌ای در اروپا، افریقای شمالی و آسیای غربی و مرکزی پیدا شدند و در بسیار منطقه ها خصوصیت های فرق کننده دارند. نیاندرتال ها نوعی آدمی زمانی پلیالیت که بار اول استخوان‌های آن سال 1856 در وادی نیاندرتال آلمان پیدا کرده شده است. در حدود پلیالیت میانه و بالا از نیاندرتال ها انسان نوع امروزه تشکل یافته است. در حیات آدمان ابتدایی این دوره دیگرگونی های کلی به عمل آمدند. پیش از همه تکنیکی تیار نمودن آلات مهنت تکمیل یافته، شکل‌های نوی آن ساخته شدند. مهمترین دستاورد آدم این نه تنها استفاده و نگاه داشتن آتش بلکه حاصل کردن آن بود. آدمان دوره پلیالیت میانه از مسکن‌های سرکشاده و غار موستیه استفاده می‌کردند که چنین باششگاه‌ها از یک چند منطقه‌های آسیای میانه از جمله مسکن‌های سرکشاده زیاد در تاجیکستان، در فرغانه غربی، ناحیه‌های استرافشان، دنغره، وادی حصار و وخش دریافت گردیدند. یکی از معمولترین یادگاری که در اتحاد شوروی و جهان زود شهرت پیدا نمود مغاک تشیکتاش می باشد. این مغاک در نزدیکی شهر ترمیز در کوهسار بایسون واقع گردیده است و از آن قریب 3000 مصنوعات سنگی پیدا گردید که 339 تای آن آلات کامل می باشد. از جمله در بین آنها دو نوع آلات خیلی معلوم کارد و بلچه سنگی موجود است. اما نادرترین بازیافت استخوان‌های پسر بچه 8-9 ساله بود که در گرد جسد، کاسه سر و بعض استخوان‌های اسکلت پسر بچه شاخه‌های بوزی کوهی به شکل حلقه گذاشته شده بودند. آثار این دوره و آلات زیاد سنگی از مغاک آب رحمت نزدیکی تاشکند، وادی سردریا، بین خوجند و نوکت قیراقم نیز دریافت شدند. این یادگاری ها به گروه مدنیتی به اصطلاح لولو ایو موستیه شامل بوده. به یادگاری های دوره موستیه شرق نزدیک شباهت دارند. اما یک چند یادگاری های دوره موستیه که از جنوب تاجیکستان پیدا گردیدند با خصوصیت های فرق کننده خود به آثار تمدن هندوستان و دیگر کشورهای همسایه نزدیکند. کلانترین آثار مدنیت این دوره باششگاه قرابوره می باشد. این باششگاه در وادی وخش نزدیکی جیلیکول حالا ناحیه دوستی واقع گردیده از جانب باستانشناس رنف آموخته شده است. آلات‌های سنگی که از این باششگاه دریافت گردیدند به آلات‌های سنگی مدنیت سوانی هندوستان مانند می باشند. حفریاتی که در باششگاه آغزی کیچیک ناحیه دنغره گذرانیده شد برای آموزش آثار مدنیت موستیه مواد فراوان داد. در نتیجه تحقیقات معلوم گردید که ساکنان این باششگاه نیاندرتال ها بودند و از خود آثار خوب باقی گذاشتند. در نتیجه آموزش مواد باستانشناسی معلوم گردید که مدنیت عصر سنگ آسیای میانه و مدنیت پلیالیت دو منطقه
شرق نزدیک و هندوستان مانند می باشد. در نتیجه مدرک ها نوترین سین آثار مدنیت موسیقی آسیای میانه را 50-40 هزار سال معین کردند. آثار پالیالیت بالا. در اساس تحلیل مواد باستانشناسی دوره آخری عصر سنگ پالیالیت بالا را خیلی خوب تصویر نمودن ممکن است. این دوره عصر سنگ با خصوصیت‌های خاص خود از دو دوره قبلی فرق می‌کند. اولاً تخمیناً 40-35 هزار سال پیش تشکل نوعی امروزه بشر هومو ساپینس صورت گرفته است. بعداً در پالیالیت بالا آلات سنگی به کلی تغییر یافت و حجماً خرد گردیده شکار آدمان ابتدایی را خیلی آسان نمود. در همین دوره تشکل قبیله ها شروع می شود. قومی مادری که از گروهی اکزوگامی آدمانی با رشته های خویشی و عمومیت نسبی مادری به هم پیوسته فراهم آمده بودند، در همین دوره به درجه رشد بلند خود می رسد. آثار پالیالیت بالای آسیای میانه از جانب باستانشناسان کم تحقیق گردیده است. مهمترین یادگاری پالیالیت بالا باششگاه سمرقند می باشد که سال 1964 از جانب باستانشناس D.N. لف آموخته شده. از آن جاغ آدمی پالیالیت بالا یافت شد. یادگاری دیگر این دوره با نام خواجه غار مشهور است که در نزدیکی دهه چارکوه ناحیه اسفره تاجیکستان واقع است. آدمان در اینجا 15-12 هزار سال پیش از این، یعنی در عهد کنونی گیالاگی زندگانی کردند و این یادگاری از جهت فراوانی انواع آلات چقماق سنگ که با شکل و ساخت و پرداخت خود از آلات باششگاه سمرقند فرق می کند جالب می باشد. سالهای 1969-1970 در باششگاه شغناو که در بالا آب یخسو واقع است چند طبقه مسکونی کشف شد. در این محل در مغز زرد خاکی جری 50 متری ساحل دریا در وسعت کلان میدان 4 طبقه مسکونی پالیالیت بالا پیدا کرده شد. سینی طبقه قدیمترین موافق مدرک گیالاگی و ارخئولوژی 35-30 هزار سال و سینی طبقه نوترین موافق اصول رادیوکربنی معین کردن سنه 1050 سال می باشد. از دو طبقه از همه بالا بیشتر آلات مهنت یافت شد. خلاصه در آسیای میانه عهد پالیالیت بالا دو عنعنه تکنیکی موجودیت خود را دوام میداد که یکی با پالیالیت آسیای شرقی و سیبیر قرارگاه سمرقند و دیگری با پالیالیت آسیای پیش خواجه غار علاقمند. تصنیف جمعیت پالیالیت. توصیف عمومی جمعیت پالیالیت که درازترین مرحله تاریخ انسانیت می باشد نهایت مرکب است، زیرا خصوصیت‌های عمومی آن در آسیای میانه به طور ضروری آموخته نشده است. تنها گفتن ممکن است که تشکیلات اجتماعی در پالیالیت پایین خیلی ساده بود. جماعه این دوره انسانی را در ادبیات علمی گله یا گله ابتدایی و کمون ابتدایی عنوان دادند.
دوره گله ابتدایی دوره است که جمعیت انسانی تشکل یافته اساسهای آن فراهم می آید. در آخری پلیالیتی میانه و بالا تشکیلات قبیلوی جمعیت جامعه ابتدایی پیدا می شود. این ساخت قومی مادری بود که زن در آن موقع خیلی بلند را اشغال می کرد. مناسبت عائلوی در دایره نکاح گروهی صورت می گرفت. ترقیات بیش از پیش قوه های استحصال کننده و تشکیلات جمعیتی باعث مرکب شوی شکل های مدنیت انسانی می گردد. پس از حاصل کردن آتش، ساختن منزل های عادی، رواج شکار حیوانات کلان و به این وسیله گذشتن به زندگی مقیمی، همه این قدم های مهمی ترقیات جمعیت انسانی را نشان می دهد. در همین دوره اولین علامت های رسومی دفع، نخستین پدیده های دین به ظهور می آید. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار دوم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.